با سلام خدمت دوستانی که در کانال هستند و کلیپ رو تماشا میکنن. امیدوارم که کلیپ برایتون مفید باشه. لطفاً با لایک و سابسکرایب و کامنت من رو حمایت کنید. بریم سراغ اولین آموزش که فعال کردن حالت سیف مود در ویندوز. برای این کار ما دکمه ویندوز و آر رو میزنیم. در صفحه که باز میشه عبارت msconfig رو تایپ میکنیم. بعد که تایپ کردیم بر روی اوکی میزنیم. در این حالت پنجره سیستم کانفیگوریشن باز میشه. وارد تب بوت میشیم و در قسمت بوت ما در قسمت بوت آپشنز گزینه سیف بوت رو تیک میزنیم. الان اگر بر روی اوکی کلیک کنیم سیستم به حالت دستوری میاد که اگر ریستارتش کنیم وارد سیف مود ویندوز میشیم. موضوع بعدی که میخوایم در موردش صحبت بکنیم اضافه کردن مای کامپیوتر یا دیس پی سی در ویندوز 10. برای این کار ما بر روی دسکتاپ یه فضای خالیش کلیک راست میکنیم، روی گزینه پرسونالایز میریم و در این صفحه قسمت تمز رو انتخاب میکنیم و گزینه دسکتاپ آیکون ستینگ رو انتخاب میکنیم. در اینجا میتونیم گزینه هایی که میخوایم به دسکتاپمون اضافه بشه تیک بزنیم و اوکی کنیم. به محض اینکه کار انجام بدیم اون گزینه ها اضافه میشن و به در دسکتاپمون قرار میگیرن. در این ترفند میخوایم روش های حذف فایل های اضافی موقت در ویندوز رو توضیح بدیم که ما 3 روش رو در این کلیپ میگیم، ولی در آینده به طور کلی یک کلیپ در موردش میسازم که روش های مختلف حذف این فایل ها و پاک کردن کش رو خدمتتون میگم تا سرعت سیستمتون رو دوباره برگردونید. الان ما پنجره و آر رو میزنیم تا پنجره ران باز شه. در داخل پنجره ران ما عبارت تمپ رو می نویسیم و اینتر می کنیم. صفحه‌ای که باز میشه پوشه تمپه که ما همه این فایل هایی که توش هست رو انتخاب میکنیم، شیفت و دیلیت رو میزنیم و حذفشون میکنیم و با این کار تمام این فایل های اضافی که درست شده حذف میشه. یکی این. دومین کار میایم دوباره پنجره آر رو میزنیم و مینویسیم درصد تمپس و درصد و اوکی میکنیم. دوباره یک پنجره دیگه باز میشه، تمام این فایل ها رو میگیریم، شیفت دیلیت میزنیم و پاک میکنیم. اگر همچین پیامی اومد یعنی اینکه یک یا چند تا از این فایل ها الان در حال اجرا هست و نمیشه پاکش کرد. بر روی اسکیپ میزنیم و عملیات رو انجام میدیم. و یک کد دیگه هست، دوباره پنجره آر رو میزنیم تا پنجره ران باز شه و فرمان پرفشت رو می نویسیم و اوکی می کنیم. یک صفحه باز میشه، این فایل ها رو همه رو انتخاب می کنیم، شیفت دیلیت می زنیم و پاک می کنیم و مثل دفعه قبل اگه اونها که در دسترس ویندوز هستن در حال استفاده هستن رو اسکیپ می زنیم و رد میشیم و به این صورت ما مقداری از فایل های اضافه موقت ویندوز رو حذف می کردیم. در این ترفند میخوایم مشخصات سیستممون رو کامل ببینیم و مشاهده کنیم. برای این کار پنجره و آر رو میزنیم تا وارد صفحه ران بشیم و برای اون کد MS info 32 رو تایپ میکنیم و اینتر میزنیم. صفحه‌ای که باز میشه سیستم اینفورمیشنه که در این مشخصات ویندوزی که نصبه و سیستممون و همه اطلاعات CPU و رم و همه اطلاعاتی که ما نیاز داریم در این قرار داره. در این آموزش میخوایم حالت گاد مود رو در ویندوز 10 فعال کنیم. حالا گاد مود چیه؟ گزینه مخفی در ویندوز است که باعث دسترسی سریع به تمام تنظیمات ویندوز میشه. برای فعال کردن آن باید یه پوشه جدید بر روی دسکتاپ ما اول ایجاد کنیم. بعد یک کدی هست، این کد رو ما کپی میکنیم که این کد رو در دیسکریپشن قرار میدم و بر روی پوشه کلیک راست میکنیم، رینیم و این کد رو اینجا پستش میکنیم و الان میبینیم که این پوشه به شکل کنترل پنل تغییر کرد که بازش میکنیم تمام تنظیماتی که در کنترل پنل هستن
وجود دارن و ما میتونیم اون تنظیمات رو که میخوایم اینجا پیدا کنیم و انجام بدیم و استفاده کنیم ازش. آموزش بعدی که میخوایم در موردش صحبت بکنیم ایجاد یک پوش بدون نام و مخفی کردنمونه. برای این کار برای دسکتاپ یا هر فضای خالی کلیک راست میکنیم، نیو و یک فولدر ایجاد میکنیم. بعد وقتی که فولدر ایجاد کردیم این نام رو پاک میکنیم. باید مطمئن بشیم که نامبر لوکمون روشنه. آلت رو نگه میداریم و کد 0160 رو میزنیم، اینتر میزنیم. در این حال میبینیم که یک پوش بدون نام ایجاد شده. حالا میخوایم مخفیش کنیم. بر روش کلیک راست میکنیم، وارد پروپرتیز میشیم، در قسمت کاستومایز در قسمت چنج آیکون میریم و این نوار کشویی رو میزنیم و در اینجا میبینیم که 2 تا فضای خالی هست. یکیشو انتخاب میکنیم، بر روی اوکی میزنیم و دوباره اوکی رو میزنیم. میبینیم که یک پوشه ایجاد شده و بدون نام مخفی شده و اگه ما بر روی دسکتاپ کلیک کنیم و اون دیگه قابل دیدن نیست به این صورت، ولی جاش هست و میتونیم دوباره پوشه رو باز کنیم. توی آموزش میخوایم آوردن منوی ایموجی در ویندوز 10 رو بگیم و که چجوری میتونیم ازش استفاده کنیم. به این صورتی که ما پنجره و نقطه رو میزنیم صفحه ایموجی باز میشه. حالا برای استفاده کردنش یکی از نرم افزارهای نگارش رو باز میکنیم و پنجره نقطه رو میزنیم، ایموجی باز میشه. هر نوع ایموجی که بخوایم میتونیم در اینجا استفاده کنیم و در این اضافه کنیم و استفادهش رو انجام بدیم. امیدوارم که از آموزش امروز لذت برده باشید و ایام به کامتون باشد.